رجبالی ایبرانی همین خواهدان ما خودمشون شونن نمیشم کلی شما اگه کاری دیگه کنید مشتوشون خواهد جان آخه ما رسید گرمی آخه خواهد جان گفتم که مانن که همون چیزا را من خودم میشم ای دست کن نمیوه کارینا نکنه همون چیزای گرانبها و قیمتبها را نشکنه این کاسه هایی که در خونه‌تون 3 تومانی 5 تومانی میخره او ایو کاسه ها نیست این کاسه های قیمت هم میدونن که پدری من بایم یک ماه هم آش شمایی نمیخره همین کاره که نمیتونه نکنین خواهد چی گفتی؟ من ترا پرسیدستم چی گفتی بگو؟ چند باشید به مادرتان میگم که به طرفای من چقدر نشوین چی کاسه قیمت بهای داشتم همش شکستن این او کاسه های نیست که مادرتان در دهات 5 تومان 3 تومان میخرن که این او کاسه ها نیستن یا کاسه های قیمت بهاین بزن که بیاقل کاسه چیه؟ خونه و درم ماشینم زندگیم تمامی بده نبدم فدای یک تاری موی مادرم میکنم فهمیدی؟ فدای یک تاری موش تو میفهمی چی گفتم تا؟ بزنه که بیاقل تا اگر اوله ما باشی مادری فرزندای ما باشی زندگی ما باشی مادرم تمامی دنیای مای میفهمی همینا؟ مادرم تمامی دنیای مای مادر مرا 18 سال خران پیشان کلام کرد امروز تو زبون درست بسری مادری مرا گرد میزنی؟ ها؟ چند باشید میگم که همون کاسه ها را نرسین همون کار را نکنین مانین من خودم میکنم خودشانه نشان میتین فقط دسته ای مادرتونه یگام پسوده در خونه لواش نشکسته نمونده زود بخشش برس زود بخشش برس بطرم بزیستم بخشش خواهد جان دیگر تکرار نمیشود من نشنویدم بخشش خواهد جان یک باری دیگه من نشنویدستم من نفهمیدستم من زبانی براقتی زبانی مهربانونه خطی من باید بشنوم خواه گوش دارم خواهد جان بخشش دیگر تکرار نمیکنم بخشش ازنه که الله دیم باری دیگه من نبینم نسبتی مادر به احترامی کردن تا فهمیدی؟ مادر ایگلدم نزکتر باید به قدر مادر برسی من مادری تره رنگی گوهره که چشم احترام میکنم ای مادری خودم کم نمیدونم و همین خاطر من دیم بار دیگه نبینم به احترامی کردن تا فهمو؟ بله فهمیدم یک چیز فراموش نکن امروز کلینی اگر ترا مادر میشه خشتومند میشه بعد این چیزا را درک میکنی و همین خاطر امروز خطا نکن که بعد پگه عذاب شب کشی رجبالی بچه مامی انتنه علیش نکردی یک سریال ترکی تماشا کنم میگم یک چی تماشا کردن نمیتونم این همی فقط مولتیک نشان میتیم من کودکم فقط مولتیک تماشا میکنم همین یک کودک آوری در پیش ماندی مولتیک بازی میکنم بس یک کانال چالش که بچه من کنو ترکی تماشا کنم ایواز میکنم بچه جون ایواز میکنم کانالای راسیسکی داره کو کم کم کینای راسیسکی تماشا کنم چه کانالای راسیسکی ما روسیا نفهمم اخی چای بگیرم بچه جون چای بگیرم عصباتون مونده نکنین تمام ایواز میکنم بخیر ای خیر چای رسته اخی چای گیریم چای نریزه چای گیریم چای بی چای بی رنگ روش رنگ ریوخ چای دهنی با مزه من بیمزه کرد این با مولتیک سر شد ای زنک جان هنمی زندگیمون با مهر محبت های بشرینی های همی سهر باید ما با زندگیمون با شیرینی آغاز کنیم بگی زنک جان من برم درد باور که اوچه حسن و رحمت برای همین
کلینیک کردگی برای زنی دورگی. کار میرفتی بچه؟ آه چشم کار میرم باور که ای وقتی که همین زن ما گرفتم باور که میدونی چه نه خستگی را حس میکنم نه کار را میفهمم. همین قدر کار دشواره با میرم ای کار میام زنک هم میبینم خنده زنک هم میبینم مهربانی های زنک هم میبینم همه چی فراموش میشه همه چی برطرف. خیلی بچه جان شما با حضور بشینیم ما دیر نکرم ها؟ آه ماله روی سفید زمان گربون زنک جان دیل جانی من جانی من زمان گربون احتیاط کردم ماله خب ماله چه؟ ماله نبی ایسان باقی چورپوی بی دومی کنی همی مرد بچه میگردم این بچه ایدست ای روز نداره همی ایدر که در آمد آمدی مردک جان خشایده مردک جان چیکار کن مردک جان چوی کن مردک جان ویسم کد گیرم بطن نظرم شون شده الو لحظه اینجا زنم مردک جان من رفته رسیده بله زنگ رسیده من کار آغاز کردم زنگ جان خب مردک جان رفته رسیده باشد برای کار تشکر زنگ جان نمیدونم در احتیاط بخته زنگ جان منش خواب ندارم یکم چی در کار دسته زنگ منش خواب ندارم یگام کار نداری دیگه یگام کار نداری همین پای مردک بر جای کار نرسیدگی دلینگ رسیده مردک در آمده مردک چی خورده مردک اینه تو چی کار داری که رسی نرسی چی خورد نخورد ای بیزور انجامش کردی همون مردکه گیر دیکونی همون مردک میگردیه او همین ما هم رنگی تو شوهر داشتیم ایزو میکشیده همین رسی کورکنی رفت در یک سال یک بار در تلفن گپ میزدی این چی بلا تلفن شد این چی بلا زنشویی شد کندک میکشد با در دهنکی زنش میمونه ای خدا گیرم دو قوشی سر بسری توی اخی زنک یک گوه سیپا میشه همین شوهر کار میره بیفره میبیویه بگویی بایستی رو اسرار را پناه میکنه ول در گوشی او بچه میخونه انا اوچت چیکار کرد اوچت کجا رفت اوچت چی خود چی شد چی نشد السلام علیکم بیاین خاله جان اومدین و علیکم السلام ها آمده این خاله جون گفتن تو دیلی مرا گیری یک دم شوهر تا دیر میبینی با کرتاشه گفته بو میکشی خورو کردی؟ آقا خاله جان تیاره مربا هم کردی؟ من تیار کردم خاله جان هیچ کی نامده نبودنی من نه خاله جان هیچ کده چیز ندادی همسایه ده؟ نه خاله جان یا چای دم کرده بیا جان گفته دیل جانی آدم گرفتگی تو قطعی جانگویی ها همین جانی زیادم در دیل در جانی آدم میزده آن با چای تاخدم کرده تست جمعه چه خواسته یا چوی هم بریزی یا قند کشو دلی خاله جان با جان السلام علیکم موشه و علیکم السلام بیا بچه زنک جان سازی خوبی تینجی چی حال داری؟ ها اوچه؟ بخیرش تابت خیره عصبی ها؟ نه بخیره نه بخیره یکون کمبودی های؟
یعنی جون گفتن می زنی تو در دل جونی ما زدک ایق مهربانی میکنه ایق مهربانی میکنه همیقا جنگ میکنی چکو یگم گپ نمیگردونه او همیقا بالویا همیقا بالویا همیقا گپ میزنی یگم گپ نمیزنه قطعی آدم فهمیدی؟ اقفوی آدم گپ میزنه ما از چشماش میفهمم که این اقفوی آدم گپ میزنه دروی آدم گپ نمیزنه این دروی آدم یک گویا که ما دوگم قطعی نه جان گفته جانی من این گرفته گیزنی تو اوچه جان من اینا 2 سال میشه از زندگی میکنم ولی من ندیدم که زنی من نسبت یگون کس به احترامی کنه یا یگون گپ نسبت شما گپ زنه اوچه برعکس شما رای مادر خودش یک ذره کم نمیدونه اوچه جان شما بجای اون که مادرشون بگین در زندگی قب باشین در زندگی مهربان باشین در زندگی استوار باشین یکدیگر را قدر قیمت کنین احترام کنین شما برعکس این مهربانی های زنی من مینونین اوچه جان من تا امروز فکر میکردم که شما خطای خودتون علاکه فهمیدین و اصلاح کردین لیکن نه من برعکس خطا کردم اوچه شما میدونین که انمی بمهری و بمحبتی و بقدری کردن بود که ما در حیات عذاب کشیدیم در حیات سختی دیدیم در حیات ای پیش انمی کارای شما اوچه جان ما پدرمونه ما ستومی خانمونه ای دست دادیم اوچه подписаться و لایک و کامنتاری رو فراموش نکنید.